روش‌های جلوگیری از بارداری. بسیاری از زوجین به دلایل مختلف تمایل به داشتن فرزند در زمان مشخص و یا به طور دائم ندارند و از روش‌های گوناگون جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند. به کانال من خوش اومدید. اگر به موضوعات دندان پزشکی و زنان و زایمان علاقه دارید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید تا مطالب جدید رو از دست ندید. بعضی از زوجین از روش جلوگیری طبیعی استفاده میکنن، به این صورت که انزال در خارج از واژن انجام میشه و هیچ تماسی بین اسپرم و تخمک به وجود نمیاد و یا اینکه در روزای تخمک گذاری نزدیکی نمیکنن. اما چون این روش درصد شکست بالایی داره، خیلی‌ها تمایل دارن که از روش‌های کمکی جلوگیری از بارداری استفاده کنن تا این درصد شکست رو کاهش بدن. این روش‌های کمکی جلوگیری از بارداری تنوع بسیاری دارن و به چند گروه تقسیم میشن. گروه اول که مخصوص خانم هاست، داروهای هورمونی جنسی هستن که مانع از تخمک گذاری میشن، مانند انواع قرص آمپولای هورمونی و واژینال رینگ. گروه دوم ابزارهایی هستند که مانع از جایگزینی نطفه و جنین در رحم میشن، مانند انواع آیودیا. گروه سوم ابزارهایی هستند که مانع عبور اسپرم میشن و مخصوص خانم ها و آقایان ساخته شدن، مانند کاندوم زنانه و مردانه. گروه چهارم جلوگیری دائمی است که با جراحی انجام میشه. زن و مرد هر دو میتونن این جراحی رو انجام بدن. جراحی به این صورته که در خانمان لوله تخمدان رو میبندن و در آقایون لوله‌ای که اسپرم ازش عبور میکنه رو میبندن. گاهی اون رو میچینن و گاهی با بند محکم میبندن که راه بسته بشه. این روش در اکثر مواقع دائمیه و اگر خانم یا آقا منصرف بشن و پشیمون بشن، امکان برگردوندن اون به حالت اول خیلی خیلی کمه. به این عمل در خانم ها میگیم TL و در آقایون میگیم وازکتومی. و اما این روش ها همیشه موفقیت آمیز نیستن و درصد شکستی دارن و باعث بارداری های ناخواسته میشن. اگر شما طرز درست استفاده و ملاحظات هر کدوم از روش ها رو بدونید، میتونید این درصد شکست رو خیلی کم کنید. در روزهای آینده با من همراه باشین که نکات مهم هر کدوم از این روش ها رو براتون توضیح بدم. پس اگر به این موضوعات علاقه دارین و قصد دارید که کانال منو سابسکرایب کنید، یادتون نره اون زنگوله بالا رو هم بزنید که وقتی من پست جدیدی رو میذارم به شما اطلاع داده بشه. و لطفاً من رو به دیگران نیز معرفی کنید و نظرات و انتقادات و سوالات خودتون رو برای من بنویسید. در اولین فرصت به اونها پاسخ خواهم داد. مرسی از نگاه زیباتون.